به اولین ویدیو طولانی کانال رامتین جی تی خوش اومدین. بچه ها اومدیم اسپکت یکی از بچه ها، یعنی یه رومیه، ما اومدیم اسپکت و میخوام براتون گزارشگری کنم ببینیم چطور بازی میکنه. خب این از آقای یاسین، اونورم آقا نیما رو داریم که بچه کلن خودمونه. آقا نیما ببینیم چیکار میکنن دیگه. بازی دوستان است بچه ها، و اینکه حتما خیلی از بچه ها اینو خواستم بهتون بگم، آقا اگه هنوز ساب نکردید ساب کنین چنلو، لایک کامنت یادتون نره. نیما رو میبینیم، سیپا فکر نکنم نیما داشته باشه، سیپاش خیلی ضعیفه. نه اشتباه کردم، اشتباهی کرد. واو 1 HP پسر. ببین رو اسپکت یاسین حاجه نگاه کن، وانه. خب اینجا رو میبینیم یاسین خیلی مومنتش اوف به نازم. نیما یاسین پس از بالا نگاه کنیم ببینیم چه خبره. کی میزنه؟ آیا کی میزنه؟ نیما دمیجه و نیما مردش. آقای یاسین رو میبینیم همینطور که در صحنه مشاهده مینماییم. دوباره یه فایت، آقا کلاس فایت بدیم ببینیم چیکار میکنن دیگه. ببینیم کی میزنه. یه دمیج ریز نیما، 2 دمیج و مرسی یاسین با این اسپری زیبا. آقا یاسین دمت گرم پسر، جی. خب حالا نیما رو میبینیم که در میاد بالا. یاسین وستشان تقریبی دمیجه، یه دمیج میده به نیما دمیج میده به یاسین. اینجا میپره بالا نیما، این یاسین میبینیم ما یکی میزنه 2 دمیج. ببینیم کی میزنه و نیما جیجیز. بنازم بچه ها جیجی حلال باشه. نیما دمیج ها بچه ها، اصلا وستشو نها کنیم. آفرین بنازم بچه ها. ببینیم پلیر خوب یعنی اینا اصلا سایتی باید داد تو تی دی ام. خدا من چند روز میشه باید چند توشه جان اصلا افتضاح. وی مرسی نیما، مرسی دایی. جی. آقا نیما اصلا واقعا هر گفتن نیست از در مورد بازی که اینقدر خوب زیبا داره اجراش میکنه. مثل آدم وقتی میبینه بازی که نره حرف بزنه. یه دمیج نیما خیلی دمیج بیشتر داده. نیما برو راش نکن. اوی نیما دمیجش بیشتره و میزنه و مرسی مرسی پسر. 5-3 نیما 7 دقیقه و 10 ثانیه بازی. ببینیم آیا کی برنده میشه. اختلاف دوتا میتونه یاسین خودشو برسونه و اینجا یاسین یه دونه کیل دیگه میگیره از نیما. آیا کی میزنه این فایتو؟ مسئله اینه بچه ها. قبل از که بازی چی بشه لطفا داخل کامنت ها بگین که ببینیم کی میزنه. خب یاسین میبینیم پایینه، نیما از بالا دمیج میده، دمیج 2-1. واو بنازم جی به 2 پلیر زیبا و حاشیه و چی میگن بهترین بازیکن‌های در حال حاضری که من چه دمیجی داد به نیما یاسین. جی نیما نه هد داره نه وست داره. نیما میخواد حرکت پوریو بزنه بعد آنتن نمیده، یاسین میزنتش. جی بچه ها جی به هر دوتا بهترین پلیرهای در حال حاضری که من میشناسم و تی دی ام پلیر خوبیه. ولی بچه ها این راستیاتش رو بخواید من یاسین رو تازه میدونم، ولی نیما بچه های کلنمون و میدونیم 2 خوشگل اسپری میکنه و مرسی غیب کرد یاسین و نیما. این پلیر کی بود که ما نمیشناختیم؟ گمنام بود داخل کلن. الو یاسین دمیج میده به نیما. چه دمیج خورده نیما بک میده. یاسین داره پوش میده. دقیقا الان کلوز هم در میان ولی سریپا نداره نیما. اصلا نمیدونم نیما چرا سریپا نداره. یاسین میده بالا دوباره میاد پایین. نیما یه دمیج ری به نازم خیلی دمیج خورده. راحت زدی شا. مرسی پسر 6 پسر باشه. 9/5 نیما. 5 دقیقه و 18 ثانیه از بازی مونده. یه جامپ زیبا میبینیم ولی خب آنتن نمیده جامپ رو اینفورد. باز استفاده و اینجا نیما چه دمیج بدی میده. سرسخت آقای نیما سرسخت آمد به بازی. به نیما
5 به نفع نیما داره میاد. یاسین داره میاد، چپ اومد. نیما بیله بگادش، بزن همونو، بزن. زدی ها چیکار میکنه آیا نیما زدی ها. شیش پسر بزن 11 تو ولش. نه اشتباه کردی. ریلود فیک اینطوری مشکلات هم داره. بریم رو اسپکت یاسین. بله اینطور کنید یه جامب از یاسین تمیز و آیا کی میزنه این بازی ها؟ این فایت زیبا رو کی میزنه؟ بچه ها زودتر تو کامنت ها بگین تا این فایت تموم نشده ببینم کیا درست گفتن. آیا یاسین میزنه یا نیما؟ مشاهده میکنین. او بابا به نازن یاسین 10/7 به نفع نیما هستش و ببینیم آیا یاسین میزنه یا نیما. مسئله این است نیما الان تازه اومده به پوله و یاسین به صداش دمیجه و بابا بنازمت پسر. 6 پسر یاسین حلال باشه. چه هده زیبایی زد. ببینیم چیکار میکنه این دو پلیر و اشتباه. دراپ شات بد موقع و بد جا. اشتباه ولی خب برسات میخورد. یاسین رو میبینیم که داره پیک میده، تیر میزنه. نیما داره اون ور تیر میده، یاسین سایه تیر میده و اینا دوباره قراره تو فایت برن. نیما کمپیده اونجا خطیدی کرده یزید و یاسین میره بالا و میزنه. بچه تو کامنت ها سریع بگین این فایتو کی میزنه. من میگم نیما میزنه، شما نمیدونید. من میگم نیما میزنه. کی میزنه؟ من میگم نیما میزنه. یاسین فکر کنم بخوره چون دستشان تقریبی دنی. دوتا پیک میدن. پیک راست بازی کن نیما، پیک راست بازی کن. چپ میکنی پیک راست. زدی ها نیما زدی ها. بله نیما، گفتم نیما میزنه. اختلاف 4 تا یاسین عقبه. 2 دقیقه و 45 ثانیه تقریبا مونده که الان شد 45 ثانیه که بازی تموم بشه. آیا تو این 2 دقیقه میتونه کارنگی رو جبران کنه؟ نه یاسین میس میده این کیلو و اینجاست که بریم رو استکت نیما ببینیم چه خبره. یا میزنه یا نه. او موبند تمیز و نیما میخوره. نیما دیگه وسط نداشت، باید میمرد. بله یاسین رو داریم اون وسطی. نیما ببین اون ور راسته بسر. نیما رو میبینیم که فاز اوقات بردار قانون میذاره پشتش و اوه شد پسر چی زدی نیما. 6 پسر باشه. یاسین آقا اختلاف خیلی شد آقا. اون اختلاف که ما در نظر داشتیم شد 5 تا 5 تا و الان شد 6 تا اختلاف. اصلا واقعا من موندم که چطور این فایت داره میخوره. یاسین چیکار میکنه؟ یاسین اومد. نیما این بره. نیما نه میتونستی بزنی نیما، اشتباه کردی. نیما خیلی بد هت میزنه. اصلا آدم میمونه که چطور ممکنه یک پلیری که اصلا چطور بهتون میگم یه پلیری که اصلا ناشناخته بود داخل کلم. من نمیدونستم اینقدر تی دی ام شکلیه. حلال باشه بچه‌ها. اینم بگم دو پلیرهای تی دی امی معلومه اصلا از وضع بازیشون اینا واقعا آدم کیف میکنه میبینه. اوه یاسین چه هدی میزنه. یه دوید تمیز در یاسین میبینیم که نیما میزنه اینجا. اوه مرسی نیما در اینجا دریل میده بهش. نیما برو پوست بان که پشت نظر. بابا به نازم پشتکاله آقای نیما. بچه ها پینگ منم که اون پایین میبینین هر از دا میره بالا میاد بگرد کنیم. اینجا کی میزنه؟ اوه نیما میبینیم دایی جان. آقا بچه ها آقا نیما رو ببینین همچه وجود داره. همه رو از DNS های رامتین جی تی یا داخل اینستاگرام سرچ کنین DNS رامتین جی تی براتون میاره. حتما به این DNS های بخرین. نسل 6 های ویژه داریم اصلا اوکی. و اینجا کیلو یاسین میگیره. آیا میتونه؟ برای فکر نکنم میگه بازی تموم شد. آیا تو این 15 ثانیه که باقی مانده میتونه یکی دیگه بگیره؟ حداقل اختلاف بشه
6 تا، الان شده چند تا؟ الان 6 تا. نه آره اختلاف بشه 5 تا که نه اختلاف شد 7 تا الان. و بازی و لفت داد تایم آخر لفت داد و جی به جفت بچهای گل و بچهای گنگ بچهای کلن ما که آقا نیماه و آقای یاسه که دوست آقا نیمای گل ماست. بچه حتما یادتون نره لایک کنین، ساب کنین، کامنت انگلیسی حتما بذارین چون واقعا مشکل داره و عشق من دیگه. حمایت یادتون نره، دوستون میگم عشق من عشق گرین. اولین ویدیومونه، حمایت یادتون نره. فعلا پیس.